عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما به پیج محترم فیجاج. در مورد رقابت مستر المپیا تو بخش رقابت نهایی فاینال سطح مسابقه ورزشکارا رقابت خیلی نزدیکی نسبت به هم داشتن. حالا علاوه بر ارق ملی که نسبت به آقای چوپان اکثر ما ایرانی داریم، آقای درک لانسفورد با کاندیشن دقیق‌تر و تقارن بالاتر تو اجرای کنترل شده اکثر پوزها به ویژه عضلات بک و بک دبل بایسپس و لت اسپرت امتیاز بهتری گرفت. آقای چوبان با حجم و تراکم عضلانی بالاتری تو اجرای پوزها خودشون نشون داد و درخشید، اما در بخش پشت و کنترل میانتنه کمی از فرم ایدئال فاصله داشت و همین امر باعث شد که رقابت خودش رو نسبت به درک با امتیاز 7-5 درک قهرمان بشه و بتونه فاتح مستر المپیا باشه.